مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر 42 عکس خبر داد که روز 29 آگوست سال 2022 رهبران و کارمندان دستگاه مرکزی وزارت با وایه چهارم واکسن بر ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 فرا گرفته شدند. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده و معاونان او همچنین سرداران ریاست‌ها و مدیران شعبه‌های دستگاه مرکزی وزارت نیز در برابر دیگر کارمندان و رهبران این وزارت وایه چهارم واکسن ضد کووید 19 را گرفتند. با قرار وزیر تندرستی با در نظر داشت وضع مرکب بیماری کووید 19 در یک قطار کشورهای منطقه شروع از 16 آگوست سال 2022 در تاجیکستان دوره چهارم معرکه واکسیناسیا بر ضد سرایت کرونا ویروس در میان کارمندان ساحه تندرستی کشور آغاز گردید. مرکز مطبوعات وزارت گفت روز 29 آگوست همزمان با دستگاه مرکزی وزارت تندرستی رهبران و کارمندان ریاست تندرستی شهر دوشنبه رهبران مؤسسه های تندرستی پایتخت نیز با وایه چهارم واکسن ضد کووید 19 فرا گرفته شدند. سردار ریاست بخطری سانیتاری و اپیدمیولوژی حالتهای اضطراری و یاری تعجیلی طبی وزارت تندرستی نوروز جعفرов قبلا خبر داد که با دور چهارم واکسیناسیا بعد کارمندان ساحه طب شخصان از 60 ساله بالا نیز فرا گرفته می شوند. نفرانی که از 60 ساله بالا بوده واکسن سیم را 3 یا 6 ماه پیش گرفتند می توانند واکسن چهارم را قبول نمایند. طبق نقشه بعد از طبیبان شهروندان سن از 60 بالا نفران دارای بیماری های مزمن غیر سرایتی با وایه چهارم واکسن فرا گرفته می شوند. این عمل در دیگر شهر و ناحیه های جمهوری ادامه می یابد، گفت جعفرov. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز معرکه واکسیناسیا به ضد بیماری کووید 19 تا 19 آگوست سال 2022 در جمهوری 5,312,087 نفر یا 94% با وایه یکم 5,221,534 نفر یا 93% با وایه دوم و 4,927,758 نفر یا 88% با وایه سیم واکسن ضد کرونا ویروس فرا گرفته شدند.